فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی آزاد بنده ای که بود در رکاب تو خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ یک بار اگر تبسمی همچون شکر کنی یک بار اگر تبسمی همچون شکر کنی شب روز میکنم تو خفته ای که گوش بر آهی سحر کنی گفتی که دیر زود بر حالت نظر کنم گفتی که دیر زود بر حالت نظر کنم آره کنی که بر سری خاکم گذر کنی آره کنی که بر سری خاکم گذر کنی فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی بر وی نظر کنی دوستان عزیز سلام. ما در شهر خوجند قرار داریم در خانه یکی از ستونهای صنعت سنتی تاجیک استاد بزرگ مقام استاد بزرگ صنعت خلقی تاجیک استاد جورابک نبیف و این سرود عالی جناب بر غزل سعدی شما در اجرای ایشان شنیدید و باور دارم که لذت بردید. استاد عزیز درود بر شما.
امیدوارم که صحت و سلامت و بردم و سر حال باشید و باور دارم که صحبتمون یک صحبت خاطرمان خواهد شد، چون مخلصای شما در تمام گوشه های تاجیکستان و حتی ازبکستان و حتی بیرون از آن مشتاق صحبت ها و سرود های شما هستند همیشه. استاد، سالهای آخر به چیکار ها مشغول هستید؟ امروز ها چیکار میکنید؟ آیا ایجاد میکنید سرود های نو؟ به چیکار مشغول هستید؟ تشکر. اولا به شمایان تشکر زیاد اظهار میکنم که برای حال پرسی، برای زیارت به کلبه ما قدم رنجید فرمودیتون. از زمین تا آسمان من منت دارم. برای چی من منت دارم؟ برای آنکه آدم به دنیا می آید، نورس میشد، نوجوان به کمال میرسد. حالا کمال به نرسیدیم، لیکن به سن سال به جا رفتیم. زیارت شمایان یعنی یادآور شده از من آمدگیتان بسیار خرسند شدم تشریف شمایان. حالا شما درباره کمالات و درباره 32 سال گفتید. عموما برای یک هنرمند مثل شما مثلا همین سن و سال آیا تاثیر میگذارد به ایجادیات، به فعالیت هر روزه ایجادی؟ چون مثلا موسیقی انسان روحش همه روزه بالیده میکند، تغییر میتد انسان تطهیر میکند. شما همین شما چگونه حس میکنید گذشته سن و سال؟ البته محیط تاثیر میکند. محیط، مناسبت با شنونده ها، برآمد ها. اگر جوان ذوق و شوق دیگر دارد و شیره آواز، شیره خوانش، یک محبت با در جوانه به همین کسب و کار و به یار و دوستان و به معشوقه های و دیگر ذوق دیگر دارد. باید اگر پیرگی البته ما همون ذوق و شوق همون سرودخوانی حالی در قلبم پس نشده است، یعنی نمرده است. حالا خیالم همین شنونده ها خوب گوش کنن. من نفهمم من چی گفتنی، من درد من چی. الان اگر شنونده فهمد من خودم فدا میکنم برای من. هر چی که دارم، هر چی که اگر توانسته باشم من برای آنها خدمت میکنم. البته من میخواهم حالی هم ایجاد کنم. هر یک انسان باید ایجاد کند تا قدر امکانش قدر میرسه. چون که برای چی؟ این اولا از شما یک چیز نام شما رو میماند. دویمش برای همه گرداندن همه خزینه موسیقی ما، همه مثال من صدها سرود آفریده باشم، از همین 2 تا یا 3 تاش اگر همه معقول باشد و همه در خزینه ماند، همه این نام من ماندگیش همین. برای همه کوشش کردن. استاد درباره وای گفته، درباره شنیدن، درباره درک از طرف تماشابین شنونده. ببینید شما سرودهای کلاسیکی بیشتر اجرا میکنید و شعرهای بلند اجرا میکنید، لیکن در زمان ما من فکر میکنم که سالهای آخر درک سخن اصیل، درک شعر اصیل چون شنونده ها خیلی کم موندگی، آدم هایی که درک کنند. آیا شما همین خودتون احساس میکنید که سالهای آخر ذوق مردم پس شده است و سبب چی است؟ من سبب در آن میبینم که همه دوره ها همه فهم پس داشتگاه بودن. دیگه من بسیار خوشبختم که در بین جمعیت ما خوب درک میکرده که خوب میفهمیده که شخص های بسیار هستن. انا سندکار به
بهای انا همون شخصا مهم منم همه بسیار بعضی نشستا شاگردا با خوردا منم نصیحت میکنم سخنهای بلند خوانتان برای بلند برداشتن معنویت و معرفت مردم صنعتکار خصوصا علی خصوص سراینده بسیار رول کلام میبازد من میگویم ما هم درس میدیم از صحنه درس میدیم مردم به لیکن ما امتحان نمیکنیم الان بین همون 1000 نفر اگر تماشابین باشد یک 4 نفر 5 نفر هست هم شما چی گفته ایستادید غم شما چی درد شما چی اینا میفهمم دیگه همین 4 5 کس هست الان بهای همون کس به همون ها بحث دیگرش بهای تربیت کردن لیکن من باز یک چیز میبینم که رادیو تلویزیون بسیارتر همین خیلی سرودهای بلند مضمون رو میدادن پیشنهاد میکردن مردم برای تماشا آخر این خیلی سرودا همین تلویزیون رادیو رول اساسی میبازد خیال میکنم من اساسا همین سخنفهم آهنگفهم سروده میفهمه دیگه موسیقی میفهمه دیگه از لذت میگفته که شخصا خانه بشناسه خانه بمیشند با اگر جوانا از جهت دویم از کتاب بسیار خیلی دور شده کتاب نمیخونه من حیران که خودشون شعر می‌نویسن خودشون آهنگ می‌آفرن خودشون میخونن و برای شعر نوشتن میدانید چند هزار مصرع ها از یاد دانستنش کن برای موسیقی آوردن هزارها موسیقی اول از خود کردنش کن و خود به خود پیدا اگر اینها برای موسیقی های غرب و شرق و در بین مردم جو مشهور شده که آهنگای کمتر میگیرن کمتر جوش دیگر میکنن خواندن میکنن همین بله استاد شما حاضر گوش میکنید موسیقی که در تلویزیون پخش میشه در رادیو شما گوش میکنید حاضر روزهای آخر سالهای آخر کم چون که طبع دلم نیست طبع که همین طبع من با معقول چیزا بسیار خیلی کم من جون گفتم حالا هم سرود گوش کنه خوب میدم من تمام عمرم همین سرود گوش کنه موسیقی گوش کنه بسیار دوست می‌داشتم فقط من وقتی بیهودم نبود خانه باشم دائم موسیقی گوش میکردم سرود گوش میکردم استادای گوش میکردم از خود میکردم کدامش خودم معقول باشد حرکت کرده از خود میکردم همین حاضر جوانا گوش نمیکند قریب که گوش نمیکنه یک چیزایی گوش میکرده که هم خودش نیست نمیتونن بیمزه هم منم جوان بودم مثلا منم طرفدار خرسنده شادی و رقصی و مثلا یک محفل به منم میخوام لیکن تا این درجه نیده من یک صحبت برای گازیته با من صحبت گذارنده بودن سعید برام سعیدов همین شما سوال دادن که شما با موسیقی حاضر چخیل مناسبت دارید من گفتم دورهای ما موسیقی سرود خصوصا علاقه خصوص برای سر آدم خوانده میشه حاضر برای پا خوانده میشه چون که پا همه رقص فرات شده کله آزاد یگان چیزه فکر کرده خیال کرده تفکر کردن به مردم نه اشتیاقش هست نه خواهشش هست نه احتیاجش هست استاد ببینید شما قریب 60 سال پیش حتی به صنعت سر کردید کار هنری همین سالهای اولی که شما کار هنری سر کردید و معرکه ها میرفتید و تویا میرفتید چگونه بود محیط اون دوره
مردم چگونه قبول میکردن؟ طلبات چگونه بود؟ چی ها میخوانیتون هم سوال برای مردم؟ اگه من از دوره‌های دانشجو بودم یک استاد بودن رحمت من معقول کردن و اگه جوانه و وقتا همین پول استودنتی هم میگرن استیپندی هم میگفتن کم بود توی برام میگفتن میرفتم با همون گروهی ما داخل شدم و هر هفته یک تا دو تا تویش هم اینه مردم بسیار شنونده بود ما حاضر حیران میشم مثلا بلندگویک بود میکروفون و چیز استاد؟ نه خیلی چیزا نبود ما هم آدمای همون دوره و ما فکر میکنم ده مردم از روی کاغذ بی‌سواد بودن و مکتب همین 10 صنف تمام کرده بسیار کم آدم بودن همین یک خواندگی باشن 3 4 صنف خواندگان لیکن مردم شیریت به عشق میفهمد شعر میفهمیدن معنی گپتون میفهمیدن ما همون به حیران میشم مثلا بسیار شعرت های همون این اطراف ما با شعر مشرب خیلی مشهور بوده بسیار دوست می داشتم مردم اگر از مشرب خونید داد میگفت آدم گریه میکرد هم توی با ما همون چشم هم دیدگی یک اگر غزل خونید شعر اون وقتا مشرب شعرهای جا با خدا بخش داشتگی و دیگر جا چکرترش چاپ نمیکردن همین خود عشقی برای عشقی یک معشوق و گفتگی برای همون عشقی لیکن ویا فهمیده که شما من حیران میشدم من چون که همون مشرب خانه همین خیلی یک خانه و خانه همین خیلی چی میخوانه محفل‌های بسیار بوده بسیار بود زنان علاهیده زنها چیده خصوصا جای تعزیه شده که همین خیلی زنها جمع شده مرسیه خونی همین چیزا همین زنهای گریه کردکش هم بچهش هم دیده که همون سخنه میفهمیدن ده حاضر دیروز یکی تا آمده اینجا با کنسیانر مانده دارن یک تاش گفت یک آشی نهار با رفتم میگود حافظا سرود خانساز یک کنک دوش کنن چی میفهمم میگم هیچی نفهمیدم میگود و کلت ترو تازه ده یکم کار نفهمیده همین تاجیکی خوندش داده نمیفهمم میخویدم تا همین درجه میشد میادم همیشه بروزهای هم مرکه ها میرید شما استاد؟ گاه برای قدردان ها یارو دوستا اگر التماس کنن که ما پیرشیدیم از جهت دویم آدم ها عیبم میکنن این خدر آلی هم توی بمیرد یارو دوستا قدردان ها باشد میرم بچه ها فرزندان که میرم گلستان جهان ما را بست گلزاری ز گلستان جهان ما را بست از چمن سایه آن سرو روان ما را بست من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرانان جهان رتل گران ما را بست
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند ما کیریندیم و گدا دیر مغان ما را بست بنشین بر لب جوی و گذری عمر ببین کین اشارت زی جهان گذران ما را بست نقد بازار جهان بینگر آزار جهان گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم دولتی صحبتی آن مونس جان ما را بس از دری خویش خدا را به بهشتم مفرست که سری کوی تو از کون مکان ما را بست حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است طبعی چون آب و غزل های روان ما را بست بنشین بر لب جوی و گذری عمر ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بست استاد ببینید شما توجیه من بدونم یک کودکی بسیار دشوار پشت سر کردید شما سالهای بعد جنگی پدرتون هم در جنگ میفوتند عموما همین حاضر با گذشت اینقدر سالها کودکیتون چگونه به یاد میبیارید شما حاضر ایستاده از همین قله زندگیتون بسیار سوال ناز بسیار فکر میکنم همون دوره همون نزد همین چشم خودم میبرم خاطره من در حقیقت یک مادر که کلام شده من یک فرزند من همین خدا رحمت مادرم تمام عمرش را برای من بخشیدگی تمام امید و آرزوی مادر من بودم دیگه تو چشمش بعضی شکر نکنم که همین مادرم بسیار روزهای ناز من دید همین شاهد شد همین روزهای ناز من مثال شبای ایجاده شبای من عنوانهای دولتی گرفتگیم بعد من دیسک طلایی گرفتم و همون دیسک طلایی زل بشته بودم من برده بک کردم سپردم شب 25 سالگی فعالیت ایجادی من یک هفته سرودی نه آفریده بودم من خاطرم که هر یک کانسرت اخلا یک دو تا چیز نه نگم خاطرم جمع میشه همین از اول همین سرودی توی مادر لایق شیراله من میخشتم من همجا شدم من اینجا مادرم شده است رحمتی
همین طور رو گرفتم خواستم یک درباره مادر یک سرود ایجاد کنم نه خونم کتابی لایق گفتم همون شعر برآمد مقبول شد باور کنید اگر همین طور رو گرفتم همین آهنگ همین یک تا آمدگیش یک تا خوندگیم دیگر یگان جوش دیگر کردگیم نه من اینجا نشستم همون سرود خوندم این خیلی سناریو و این خیلی گپا نبود مادرم کدامشون صحنه برآورده شونده موافق سناریو خیلی نبود اگه یک کجی صحنه به مادرم من سرود خوندم تمام کردم رفتم مادرم آغوش کردم حاضر گریه اومد مادرم گریه من گریه همون لحظه ها هیچ فراموش نمیشد با شکر میکنم که همون روزهای نیک من بود بله شبیه یادت من شبیه ایجادت و فرزند اون کس بود و چخیر سرش به آسمان رسیده باشد این کارا خاطر میبرند بعد همین بچگیم البته در دهه اون دوره ها زمانی که بعد از جنگ دوم جهانی اگه من تولد شدگی باشم همون بعد از جنگ جهانی اگه سال اگه حیات میفهمیده اگه بچه کلانتر شدگی نمیم از همون طرف 41 سالتون هست؟ 41 این طرف خاطرم با هست همه چیز دیگه البته همه زندگی ما بعد کلانتر شده کلخاز با برامده کار کردگی من بعد صنف هفتم همون بسیار دیلم حالا اورسان نستالژی میگم دیلم میبرد همون خاطرم بیاد خیالم همین زمین های رفته کار کردگی کنم همین رفته همین جای تو گشت گذار کنم بینم باز همین خاطرم بیاد همین چیزها هیچ فراموش کردن نمیتونم بسیار میخواستم همون راستی گپا اگر علاجش میشد تمام بودی شده من همون جوانی عوض میکردم باز میخواهم که از نو کودکی گریان شوم شعر اصول دیگه افسوس که خیلی ممکن نه استاد من از شما خواهش میکنم که چون درباره مادرتون حرف زدید و درباره اون سرود مشهور یادآوری کردید میخوام که سرود ادب برای تماشابینان ما اجرا کنید بیانم بسیار حافظا درباره مادر سرود خواندم ما هم خواندیم ما یک چند تا درباره مادر سرود خوانده برای تعریف مادر سخن عاجزی میکند یگان تا شاعر این خیلی حال تعریف مادر فکر من بده خیال من گفتن توانستگیش نه لیکن شعر لایق بسیار خوب از همه بلندترش درباره مادر شعرهای ایرج میرزا بیچاره مادر هست بعد شعرش گویند گویند مرا چه زاد مادر پیستان به دهان گرفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت الان بلندتر شعرها همون نظر من باید خصوصا بیچاره مادرشم و خدا در ادبیات فارسی ایرج میرزا آغاز کردگی مادرنامه عنعنه مادرنامه نوشتن بیچاره مادرشم یادم هست بسیار همون بیچاره مادر اوه دستی پسرم یافت خراش واه پای پسرم خورد به سنگ همون ترجمه کردگی بودم شاعر ازبکستان چستی ناملو بودن اون کس خودشان تاجیک بودنده بسیار نحس ترجمه خیالم ترجمه از اریجینال هم بلند برامدگی بود بسیار شاعر خوب بودنده من هم تاجیکی میخوندم کجا تاجیکا باشه تاجیکی میخوندم کجا ازبکا باشه ازبکی میخوندم همون دلی مادره همون شعر ایرج میرزا بیچاره مادره ها زمین و آسمان من
مادر توی مادر جهانی بیکران من توی مادر توی مادر در این دنیا که بی رحمی و بی مهریست بنیادش یگانه مهربان من توی مادر توی مادر یگانه مهربان من توی مادر توی مادر دلم را در جهان جستم کسی بهتر نمیداند بهین همداستان من توی مادر توی مادر زرویت نور میبارد بروی زندگانیم چراغی دودمان من توی مادر توی مادر چراغی دودمان من توی مادر توی مادر زبان مردمی آموختید نه درس صرف و نحو هم استاد زبان من توی مادر توی مادر سرودی اولینی من سرودی آخرینی من
جاودان من توی مادر توی مادر سرودی جاودان من توی مادر توی مادر یگانه مهربان من توی مادر توی مادر استاد شما اصلا özbek زبان لیکن اینقدر شعر تاجیکی فارسیه اینقدر نازک درک میکنید اینقدر بهترینش انتخاب میکنید و اینقدر نغز میشناسید این قابلیت در شما از کجا شناخت شعر احساس شعر این قابلیت در شما از کجا اینم خدا داد باشد دکار من از جوانه اون دوران ها همه سرودخانه عشق باز بدم بسیار کتاب نداشتیم کتاب چاپ این شعریت ها کتاب ها کم بودن جدا حتی بعد ما قشلاق بعد انستیتوت آمدم هر روز همه مگزین کتاب فروشی میدان آمدن باشد نه باشد میگرفتم لیکن تا باید سرودها رو ما از رادیو گوش کردن معقول باشد از رادیو سخنش نوشته میگرفتیم هم سخن هم آهنگ یک بار همین جسم جان همیش باید میشد ده گوش همه هوش همه میشد هم موسیقیش از خود بکرم هم شعرش نوشته بعض شعر حافظا که بران هم میخونم بعضی جا باید میشد غلط میبیاد اگر همه که شبهه داشته باشم نمیخوندم همون شعر چون که غلط نه همه شعر ازبکی باشدم تاجیکی باشدم خطا باشد نمیخوندم من همه شعریت مثلا نمیدونم عشقم جا بلند حالا من میگم بهترین داد خدا این شاعری است شاعری رو بسیار دوست می‌دارم افسوس که من با این استعداد ندادم آستا من همین یک چیزی رو گفتم من به تاجیکستان به وطن ما همیشه تولد شده که من همیشه خونده که من بعد ختم مکتب آمده دانشگاه پداگوژی شهر خوجنبه خونده که من تاجیکی نمی‌دونستم و یکم که من تئاتر بیام کار بگیرم یکم که من مجبورم کردگیش نه تو باید تاجیکی خوندن در کار گفته های میدونستی که من بخوندم برای همین شنونده ها برای همین آقایم خرسم میشه تاجیکی خوندم خودم هم شعر خونده شعر گفته اولی ایجادیات من سرودی من و به چهارم کورس بودم امتحان بدن آمدیم و وقتا انستیتوت خوجندو از آن دوشنبه شیفچنکو پداگوژی آمدنش یک بود گازیتا میبرد پداگوژی جامعه میبرد همه انداخته ماندگی بوده یک شعر یک تو استودنت نمیستگی بود است آرزو دارم تو را یادم ببینم دلبرا با تو یک دم در چمنزار نشینم دلبرا بوده مخل شد من با همه که آسان فهم شعر را سر کرده گیدم خودم فهمیده که چیزای معنی نه وای کرده همون من اولین همون موسیقی کرده که من همون خونده بعد آهسته شعرهای عبدالملک بهار برای من آسان فهم بود بعد آهسته
هلالی بگذاشتم هلالی هم بسیار آسان فهمده بسیار هم روان و جلوه بعد اساسا حافظ و سعدی و دیگر کمال و ها گذاشتم خیلی کدام کلمه که نفهمم کتاب فرهنگ زبان تاجیکی کار میفرمام معنیش میفهمم شما چقدر انتخاب میکنید شعر؟ همین چگونه میفهمید که همین شعر مال شما باید همین اجرا کنید؟ غزل کلاسیکی می معاصر می؟ این چیز با درد همون خواننده وابسته است. من از جوانی میدونم یک درد دارم. همین در حقیقت غزل ها زیادن میلیون ها مثلا همه حافظ غزلی که انتخاب میکند بر درد خود نزدیک باشد و کدام در خودم نمیدونم لیکن همه کلاسیکه میخونه من بسیار خوندگی من در کدام موضوع اگر کوبید یافت میشود همه شعریت غزلیات من همه موافق دردتان هست یکم مثال از یکم چی رنج هم خفه شوم شعر میخوندم همونجا من دردم میوابم گوید سبک میشدم این بفکری من همه درد همون سراینده و موافق همون چیزا ما به معقول میبیاد همین چیزا همین خیلی بوده که نمیدونم من مخصوصا باید نمیکنم استاد شما با ازبکی با زبان ازبکی هم زیاد خواندگی هستید و بله سال آخر بله سال آخر آیا میسرید ازبکی و با معرکه و چورابینی ها ازبکستان دعوت میشوید سال آخر؟ نه تلویزیون بسیار دعوت میکنم یک بعضی برنامه شانگهای بسیار زنگ زدن فرزنده و تلفن کردن میپرسن بیام ما میگم با همین هفته انگار که پیر شدیم بسیار جوانان برآمد کنم من با رکلام احتیاج ندارم در کار نیاز لیکن خیلی وقتی هم فهمیدم که مخلصان می نویسن فلانچه کجا من چی بود نیست شده را بعد سالهای 20 بود می آمدگی شد همون برنامه می بردگی 20 می آمد کرونا ویروس شد نه آمد همین سال گذشته 23 سال آمده است همون چند جا باخوری ها گذرانده است همین خیلی آمده است شما کتی صحبت کردیم هم بیا گرسته بیا گفتم همه خاندان پسرم با صحبت کردیم خیلی سرود خواندگی مانده اونجا سوال جواب استاد شما از کی در محیط ازبکستان شهرت پیدا کردید مثلا رادیوی توشکند و مثلا کی شما آغاز کرد به ثبت شما توجه به شما من 1973 یک 4 روزه با کلیتیو تئاتر سپکتاکل هم کنسرت توشکند بود 4 روزه روزهای ایجادیات و روزهای صنعت می رفتیم کنسرت موندیم ما همینجا تلویزیون یک نفر همین به شعبه موسیقی کار میکرده آدم همین داشته محکم داشت همین یک کنسرت کردن ما در کار گویم ماهی آگوست با این ماهی ایول سرش بود او وقتا زنده برآمد میکردیم اون پانوراما این چیزا نبود من گفتم اکا گفتم من نمیتونم چون آگوست 19 آگوست میمونم گفت آگوست اگه توی هر روز توی نمیمونند مردم آوازها خسته میشن من برآمد کردنم در کار گویم حالی من 40 روز زیاد هیو التماس کردم محکم خپید نمان خیلی راضیش نم آخرش
خیلی گفتم یک هفته در روز همین توی نمیرم دم میگیرم گفتم یک روز کردم میرم هم بیخیره همون برآمد کردم 40 دقیقه وقت داده بود 40 دقیقه همونجا من پنج تا سرود تاجیکی یک تا پاکستانی یک تا افغانی 3 تا سرود ازبکی خواندم من همین چه نمیدونم فیض الهی خدا فیض داده همونه بعد از 2 هفته با تکرار ثبت کرده گفته بودیم داد بعد همین آسته آسته شناختم برای ازبکستان به بعد کنسرت های من پلان های پخته پر شود ولایت های بعد دعوت میکنن خیلی ما غیر کرده 2 ساعت میمیرم یک بار آمد کرده یک تا 2 تا سرود خوانده میانه همه خیل یگان بار کنسرت الهیده به زبان ازبکی ماندگی میشم در ازبکستان ها بسیار من اساسا ما همه ازبکستان یگان تا ولایتش نیست من نرفتگی با 4 بار 5 بار خصوصا سمرقند و بخارا زیاد میرفتم قریب که هر سال میرفتم پلان تئاتر اساسا گردن من بود هر سال همین ولایت ازبکستان برآمده گاسترول میکردیم استاد در زمان همین استقلالیت هم شما یک مدت کوچه ازبکستان برفتید چندین سال همین سالهای 2000 ها من اینجا نفقه برآمدم قریب 60 سال بودم اونجا جورهای بسیار داریم دوستای نقد داریم من همه کنسرواتوار تاشکند به دعوت کردم برای کار همونجا رفتم 6 سال کار کردم من حالی که یک هفته اونجا باشم 2 هفته اینجا بودم نامم تاشکند بود نکه تاشکند رفتگی بود من می خانه همینجا بودم من 6 سال کار کردم کنسرواتوار استاد حاضر شما استاد دانشگاه فاکولته صنعت اینجا آیا بین جوانها و شاگردای نغزتان هست به چهره‌های مثلا نو که شما دلتان پر که صنعت سنتی تاجیک صاحب پیدا میکند توجه هستن خیلی جوانها حاضر من جوانها دست نمیدم من گفتم همین که شما رفتن در کار همین فاکولته به یه بیاد من دلم نمیبردارم من بچه‌های جوان که خیلی 6 سال 7 سال کالج موسیقی کار کردم بعد از کنسرواتوار استعدادهای خوب جدا کم استعداد موسیقی داشته باشد آواز مزشتی یا آواز داشته باشد موسیقی از جهت موسیقی سوست من اگر یک کرای مهنت کنید که یک میوه دهد همه من نه مانیتور کنم خیلی باید حال دیگر باید تشکیل کردم همه آموزگاران سرود هست که معلم ها همه من درس میتیم من چی درس میتیم ما همه 6 مقام های بسیار ها از 4 مقام بخبر 4 مقام وادی هست من بیات ها 4گاه 2گاه شهرنامه گلزار اینها علاید مقام این تنها به وادی تعلق داره اینها در ماه هم خوانده میشه مثل 4گاه یک خوان میخونم 2گاه یک میخونم 3گاه هم میخونم بیات جدا کم آدم میخوند یکمش دیگرش نمیدونه همین چیزها رو یونس خیالم همین دوره‌های یونس رجبی خدا رحمت کنه بسیار کار کلام کرده بسیار کار کرده همین چیزها همش سلسله کرده ترتیب در آورده با اونم مثلا بیات علایده 5 تا بیات شیراز 5 تا علایده 4گاه 6 تا 2گاه 7 تا همین ترتیب در آورده با اونم همین چیزها رو من همش غزل‌های تاجیکی یافتم مونده همین چیزها من هم شاگردای یاد داده شدم حاضر بیات شیراز پر کردیم 4گاه یاد داده من حاضر 2گاه گذاشته استادیم همین خزینه همین موسیقی موقع همین بایگری شده مانعات بده خیال حرکت ما همین استاد فرزندانتون هم حاضر کار شما دوام دادن هم فرزندانتون هم
سراینده و نوازنده همراهتون میگردن؟ ها بسیار فرزندم راستیگه من از سر او خانه چون آواز خوب دارد بعد با بالا آن موسیقی نوازی داشت تنبور نوازی بسیار رد راستیگه از من بلنده میکند به صنعتش چون که خوندگی و صدقی همه کمبودوهای ما باید میپوشد جوان ها این خیلی جوان ها کم خودش همه وقت پیدا نمیشد این گاه میشد مثال من انگوش شماره همه حافظهای تاجیکستان هم گرید ازبکستان هم گرید 20 تا نمیرد نه خوب باشه کن 20 تا نمیرد از اون های بسیارو دیگه من ازبکستان رو میبینم ازبکستان به همه جوانای و جوان دخترها خیلی آواز خوب داشته بسیار مونده همه آوازدار جدا کم هستن من ناخه خوب کار میکنن نغز اگر راستی که به طبع دلی من نیده یک چیز یک کسب یاد تید که یک آموزید که شما همین همیشه پر را یاد گیرد نه حالا بسیار تا حالا شما هم اول سخنتون سر کرده درباره شاگرد من یکم کسی شاگردم گفته نمیتونم همه در اینجا هم در ازبکستان هم مثلا درس داده که من همه شاگرد حساب میشم البته چون یگانه همه پسر من شاگردم گفتنم میکنم چون که همه شاگرد گفتم به می عذاب دیگر ها بسیار پیرا استاد میبینید همین روزها آخران سال من به شما همین که همین روزها در همین سن و سال در همین مقام مرتبه که دارید به خودتان چه آرزو میکنید؟ همه انسان هایی که با خودشان چه آرزو کنم من هم همین تیم من از حیات خیلی منت دارم از تقدیرم خیلی منت دارم از خداوند من همین چیزایی که آرزو میکردم زیادش کردی به من داد من اینقدر شان و شهرت و دولت و زیاده اینقدر برداشت نمیتونم من اینقدر قوت ندارم برای برداشتم همین قدر که همین مردمان همین کوچه و برام میشناسن حالی هم سلام میتین حال پرسی میکنن برای من همین من فقط حاضرانه هم غایبانه هم همین جوانان دنیا را دعا میکنم زمان ما اگر به چشم من اگر بینید به فکری من اگر راضی شوید من از همون بچگیم که کلان شده آمده ایستادم تا همین روزا آمدم هر روز زندگی مردم نظرم به بهتر بحث شدگیش نی از جهت زندگی هم از جهت من چیزهایی که استعمال میکنم خوردم اقتصادی ها همین معرکه های مردم ببینید دسترخوان آباد همه خاطرم آوردم همین جوان بودگی منده در دههای ما اگر باشد یک 3 تا یا 4 تا بنا سفید کردگی بود خلاص نه حاضر این آبادانه بینید همین دهه ها الان برای همین خانه های ساخته ایستادن خوشرو زیبا 2 آشیانه 3 آشیانه همین زمان ما به چشم نرسد همه جوانان نی دنیا در قطار آنها جوانان همین دیار ما وقت سعادت بیند از این هم زیاده شوند یک کتاب نفسات اونس خواندم عبدالرحمن جامع با التماس علیشیر نوایی همون درباره شیخ‌ها نوشته 638 درباره کم معلومات داده یک چیز بسیار خاطرم به سخت
نقش بستگی روزی این عصر سیومه عصر سه ابراهیم ادهم مهمان یک شیخ دیگر میشوند و شیخ نامش شقیق ابن ابراهیم با میخورم برای سلام علیک میشنم شقیق ابراهیم سوال میتید زندگی شما چطور است ابراهیم ادهم جواب میتید که خیلی چون یابیم شکر میکنیم چون نیابیم صبر بیاد شقیق ابراهیم میگوید که سگان خراسان نیست همین طور زندگی میکنن بس شما چی زندگی میکنید ما چون یابیم ایثار میکنیم چون نیابیم شکر از جا برخسته آغوش بگیرید ای استاد توی میگوید همین چیز بسیار من با سخت نقش بسته با بوده شکر کردن آسان با نبودگی شکر کردن دشمن صبر شما مجبور صبر کردن اگر نباشد خواهید نخواهید صبر میکنید دیگه علاجش نیست ما بسیار مردم ما همین دور زمان با همین زندگی با چقدر شکر کردن ما در کار شب روز شکر کنیم ما کم برای همه دیار ما آباد شود زندگی مردم ما از این هم فراوان شود خرسنده شاد خرسنده عطا کند پرور سرور دولت ما پیشوای معظم دولت مملکت ما جناب عالی محترم امام علی رحمان سلامت باشند در گرد اونها بودگی راهبریات همه مهنت میکنند سلامت باشند اونها هم به مراد مقصدشون رسد دیار ما از این هم زیاده گل شد همه یگانه حاضر بسیار اهمیت داده که باشید فقط کنسرت کدام یک سبب میومد کنسرت فقط احتیاجی مردم همین کنسرت بده شود سرود بده شود موسیقی شود سلامت باشید استاد زنده باشید ای دوست از جهان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری ای چون همه روان با خود چی میبری نه گل بری نه پول بر درگه قبول در روزی امتحان با خود چی میبری در روزی امتحان با خود چی میبری چیزی اگر بری پنهان ز چشم خلق از چشم حق نهان با خود چی میبری گر دست یافتی
بر فتح آسمان آخر به خاک دان با خود چه میبری زیبا اصالتا فرخ رسالتا بر رمزی ارمغان با خود چه میبری بر رمزی ارمان با خود چه میبری بر لوحیات ها ماند چو سایه دست نیکی جاودان با خود چه میبری خالق من تو را تمدید عمر کرد ای جان تو به جان با خود چی میبری نیکو مرام ما فردا سلام ما حالا نرو بمان با خود چی میبری حالا نرو بمان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری با خود چی میبری